احکام نجاسات و پلیدی ها. در طول تاریخ انسانی هیچ شریعتی به اندازه شریعت اسلام به طهارت انسان و پاکی او از پلیدی ها توجه نکرده، زیرا دینی است که برای انجام عبادتهایش مانند نماز، طواف و قرائت قرآن خالی بودن از پلیدی ها را شرط کرده است. نجاستی را که عربها آن را قذاره می نامند، علمای شریعت آن را چیزی که شرع به از بین بردن آن امر نموده است تعریف می کنند و علمای فقه پس از مطالعات زیادی در قرنهای متوالی به این نتیجه رسیدند که نجاست به انواع متعددی تقسیم می گردد که نخستین آن ادرار و مدفوع انسان است که حدیث امام بخاری و مسلم در مورد عرب بادینشینی که در مسجد ادرار نمود دلالت دارد. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم برای ایشان فرمودند این مساجد برای ادرار کردن و پلیدی نیست، بلکه برای ذکر الله و نماز و قرائت قرآن می باشد. همچنین خون قاعدگی زن نیز از پلیدی هاست. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه پاک شدی جای آلوده به خون را بشوی، سپس در همان لباس نماز بخوان. به روایت ابو داود. به جز خون حیض خونهای دیگر پاک است، چه خون جاری باشد یا غیر آن. به دلیل آنچه ثابت شده این که یکی از مشرکان مسلمانی را که به نماز ایستاده بود هدف تیر قرار داد، در حالی که خون از وی روان بود تیر را کشید و به نماز خود ادامه داد. به روایت ابو داود. اما نوع سوم نجاست همان بول و سرگین حیواناتی است که گوشت آنها خورده نمی شود، مانند حیوانات درنده و پرندگان شکاری، به دلیل حدیث ابن مسعود رضی الله عنه که فرمود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم برای قضای حاجت آمدند و به من امر فرمودند تا 3 سنگ برایشان بیاورم. 2 قطعه سنگ یافتم و سومی را جستجو کردم نیافتم. سرگینی را گرفتم و برایشان بردم. آن 2 قطعه سنگ را گرفتند و سرگین را انداختند و فرمودند این پلید است. به روایت بخاری. اما بول و سرگین حیواناتی که گوشت آنها خورده می شود مانند گاو و گوسفند نجس نیست، به دلیل حدیث انس بن مالک. مردمانی وارد مدینه شده مبتلا به بیماری گردیدند. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم آنها را به جایی که اشتران زکات نگهداری میشد فرستادند تا از بول و شیر آنها بنوشند. حیواناتی که بدون ذبح شرعی هلاک شود نیز از پلیدی ها شمرده می شوند، به دلیل فرموده خداوند بگو در آنچه به من وحی شده در خوردنی ها حرامی را نمیابم مگر اینکه خود مرده و یا خون جاری شده و یا گوشت خوک باشد پلید هست. سوره الانعام آیه 145. آنچه از حیوان زنده قبل از ذبحش قطع شود در حکم خود مرده داخل می شود، ولی خود مرده ماهی و ملخ از قاعده استثناء شده، به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم 2 خود مرده و 2 خون برای ما حلال شده، اما 2 خود مرده ماهی و ملخ و اما 2 خون جگر و طحال می باشد. به روایت احمد. و حکمی که بر ماهی و ملخ است بر خود مرده حشراتی که دارای خون روان نیستند نیز اجرا می شود، مانند مگس و مورچه، زیرا که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه مگسی در ظرف غذای شما افتاد آن را کاملا غوطه دهد و سپس دور افکنید، زیرا در یک بالش شفا و در دیگرش درد می باشد. به روایت بخاری. و از دیگر چیزهایی که شریعت به پلیدی آن حکم کرده گوشت خوک است. خداوند می فرماید بگو در آنچه به من وحی شده در خوردنی ها حرامی را نمیابم مگر اینکه خود مرده و یا خون جاری شده و یا گوشت خوک باشد که پلید هست. انعام آیه 145. همچنین آب دهن سگ از نجاسات بسیار شدید است، به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم هرگاه سگی ظرف یکی از شما را بلیسد آن را 7 بار که اول بارش با خاک باشد بشویید. به اتفاق بخاری و مسلم. مزی نیز از پلیدی هاست
و آن عبارت از آبی سفید رنگ رقیقی لغزانی است که هنگام ملاعبت و یا تفکر مجامعت خارج می شود بدون اینکه با احساس شهوانی و سرعت همراه باشد و پس از آن حالت سستی هم رخ نمی دهد. شاید بعضیا خروجش را احساس هم نکنند. و حدیث متفق علیه که در آن نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به علی ابن ابی طالب رضی الله عنه که در مورد مزی پرسید و چنین پاسخ دریافت کرد: وضو بکن و آلت تناسلی خود را بشوی، دلیل بر نجاست مز می باشد. ودی نیز از سایر نجاسات است و آن عبارت از آبی سفید رنگ تیره‌ای است که بعد از ادرار نمودن خارج می شود و برای پاک کردن لباس از آن می شود که با پاشیدن آب بر آن اکتفا نمود. چنانچه پاک کردن مزی نیز به همین گونه است و برخلاف مزی و ودی علما به پاک بودن منی نظر دارند و آن را در کتابهایشان به آب سفید تیره‌ای که با احساس شهوانی و سرعت خارج می شود و پس از آن حالت سستی رخ می دهد تعریف کردند. و در حدیث عایشه رضی الله عنها که در صحیحین آمده است فرموده است: رسول الله صلی الله علیه و سلم منی را از لباسشان می شستند و به نماز می رفتند، در حالی که آثار شستن را در همان لباس می دیدیم. و در روایت مسلم: من آن را از لباس رسول الله صلی الله علیه و سلم پاک می کردم و سپس نماز می خواندند. هر چندی که شراب ام الخبائث است و هر چندی که نجاستش معنوی است و نوشیدنش از گناهان کبیره می باشد، ولی دلیلی بر نجس بودنش وجود ندارد. شیوه های پاک کردن پلیدی ها. برای پاک کردن پلیدی ها شیوه های متعددی وجود دارد. هرگاه نجاستی در زمینی باشد می توان به وسیله آب آن را پاک کرد، به دلیل حدیث اعرابی که در مسجد شاشید. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند: بگذارید و بر ادرارش دلوی پر از آب و یا دلوی بزرگ از آب بریزید. به اتفاق بخاری و مسلم. اگر نجاست مایع بود و خشک گردید، آن زمین پاک می شود، به دلیل حدیث ابی قلابه رضی الله عنه که در آن آمده است: هرگاهی که زمین خشک شود پاک گردیده است. اما آب نجس با افزودن آب بیشتر به آن تا اینکه آثار نجاست از بین برود پاک می شود. همچنین با به کاربری وسایل تکنولوژی مدرن برای تصفیه آن نیز پاک می شود. برای پاک کردن لباس نجس با آب شسته شده مالش داده می شود و سپس زیر فشار آبش بیرون می شود تا نجاستش پاک گردد و فرش هایی که بر اساسیه خانه می اندازند نیز به همین گونه پاک کرده می شود. و برای پاک شدن پوست حیوان خودمرده باید آن را دباغی کرد، به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم: هرگاه پوست خام دباغی شود پاک می شود. و برای پاک کردن از ادرار دختر شیرخوار که هنوز به خوردن غذا شروع نکرده باید موضع آن شسته شود. و اما برای پاک کردن از ادرار پسر شیرخوار به آن آب پاشیده می شود، به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم: بول دختر شیرخوار شسته می شود و اما بول پسر شیرخوار به آن آب پاشیده می شود، به روایت ابو داود. اما پاک کردن لباس از مزی و ودی با پاشیدن آب بر آن موضع لباس اکتفا می شود. و برای پاک کردن خون حیض آن را با آب می شویند و بقایای آثار حیض ضرری ندارد، به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم: شستن با آب کافی است و بقایای آثار آن ضرری ندارد، به روایت ابو داود. اما برای پاک کردن کفش هایی که بیشتر در معرض نجاست قرار می گیرد با مالیدنش به زمین تا نابودی آثار نجاست از آن اکتفا می شود، به دلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم: هرگاه یکی از شما با کفش خود پلیدی را زیر پا کرد، مالیدن به خاک برایش پاکی است، به روایت ابو داود. اگر به دنباله لباس زن پلیدی چسبید، برای پاکی آن حرکت و کشیدنش در جای پاک کفایت می کند، زیرا زمین پاکش می کند، به دلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم: ما بعد آن پاکش می کند، به روایت ابو داود. خوراک‌های جامد
مانند روغن جامد و پنیر با دور انداختن پلیدی و ماحولش پاک می شود و متباقی به اصل پاکی خود می باشد. به دلیل آنچه در بخاری از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده، در مورد موشی که به روغن جامد افتاد پرسیده شد که فرمودند آن را با روغن اطرافش دور افکنید و روغن خود را تناول کنید.